بسم الله الرحمن الرحیم. حمدی به حد و ثنای به عداد مر خداوند را که نور ایمان داد. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله، الله سبحانه و تعالی فرصت داد و شما عزیزان زبانی برا داد، عقلی دانا داد، گوشی شنوا داد، چشمی بینا داد. الحمدلله بر شما عزیزان هم صحبت شدن را. انشاءالله موضوع ما درباره میلاد نور، یعنی مولودی پیغمبری آخر زمان محمد صلی الله علیه و سلم از. قدر امکان باشدم کمترم به شما عزیزان انشاءالله میرسانیم. خدای تعالی در هر دور و زمان برای هدایت بندگانش، برای هدایت اهل بشر انشاءالله پیغمبران را فرستاده است تا که ایشان از رسالت پیغمبران امتهای خودشان را از ظلمات و جاهلی برای روشنی برآوردن و برای الله آشنا کردن. الله سبحانه و تعالی از آدم تا خاتم انشاءالله خدا خواهد پیغمبر فرستندگی است. بعد از همه پیغمبران خداوند حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را پیغمبری بشیر و نذیر و چراغ تابان خداوند یعنی قرار داد که خداوند در سوره احزاب آیت 45-46 میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ای پیغمبر، هر آینه فرستادیم تو را گواهی دهنده و مژده رساننده و ترساننده و خواننده به سوی حکم او و چراغ روشن و بشارت ده مسلمانان را با آنکه آنها باشند از جانب خدا به آنها باشد بخششی بزرگ. الله سبحانه و تعالی در این سوره احزاب آیت 45 پیغمبر برای ما شما گواه، برای ما شما بشارت دهنده به جنت و ترساننده از دوزخ و خواننده کرد، دعوت کننده کرد به سوی که حکم خودش و چراغ روشن که چراغ دنیا که آفتاب است دنیا را روشنی کند. چراغ محمدی صلی الله علیه وسلم قلب های ما و شما را، قلب های زنگ پیچیده، قلب های مرده ما و شما را انشاءالله بین چی قرآن روشن میگرداند و بشارت گفت آنانی که از خدا میترسند طاعت عبادت میکنند. به چی بشارت شده؟ انشاءالله به جنت بشارت شده که نزد خداوند انشاءالله اجر و مکافات بزرگ است. عزیزان من،